اگه تخما شما نگیره مگره همه میرزیم به زمین. لطفی آرجان شده کم 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 جور باشه نولیلا اشتنی گیلک جو برو. اشتنی جان جوره نولیلا جان تیار هستی برو جان جوره تیار هستی. گفایه چی گفایه چی کار میکنی اشتنی همین تخمای بمیار میگیرم برو. بمیار کندی نسه کانالی بمیار که خوش نمیشه. اگه تخما از اینا نگیری میرزه بفهمیدی؟ بابا درد دیگه فعلا معلی چیزی نمیگی بله بله بیکاری بله یا اشتن مایم خب برو آنال داونیم مثلا شاید داونیم هست دیگه خوش شده داونیم یه ساعت ها نه ساعت سه نکن روز سه که روز کو میفهمی داونیم هست ده بیدی هست خب برارم چی گفای دیگه جان جوره قرار قراری سگاستون همه نه بابا هم یکم دام باغچه ما بسته کرده خاطر این بچه‌ها گاهی روزا خور می‌نازم تا این باغچه می‌نازم او دیگه است کی نه اونم گدای بیاردیم گله کرد البته بیکاری گیلک جو ها دیگه نیلیلا جان گم کو برای از دیگه نه فعلا ماله چاش دیگه مثال میگم خودت اینجا کمک کنم چاش چی داریم ما به خاطر که بعض غذا بد میآیه ما چاشت ما غذایی که تو خوش داری دار من غذایی که من خوش یعنی تو چی خوش داری به نظرت می تو چی خوش داری به نظر من گوشتلان پرسان کوچکو دارم به نظر من که سر صبح با ما گفتم سوزی پخته میکنی سوزی آره باشه بازم زنگ میزنم پرسان میکنم برام ما تو بگین تا دست خوب اینا رو به در نریزی بگی پیش بیا کم دیگه پیش بیا که باز اینا به در نریزی اینجا نمیشه اینجا سر پلوش استاده شو بتیار نمیشه بگی تو دست سوزی میفهمی کاری ان که ما دارم چیه گیلا چیه انال از اون تورکا میارم فقط میری تا زمینا بدیدی تا زمینا میریم سرمون پیازا جا میکنیم و پیازا خوبه افینیه انا ما زنگ میزنم پرسان میکنم که چی گپ خب گوشت لند می ها لند گوشت کیچیریو خب دیگه چی باشه چی گوشت لند کروشی و ماست خب دیگه بانجون هم اگه به کنان نباشه یا دو هم باشه گپینی هم فدای سرما چی چابه پیسپی میسپی کنه می چی چابه خوبه بخیر جان جورت یار هستی کی نه چی خبرای میگم ما فعلا دارم چی پخته کردیم به خونه چی قلور تروش تو نگفتی سر صبح سوزی پخته میکنم نیلیلا کی نه زن منه میگه قلور تروش پخته کردم قلور تروش به زن خوب بگو محکم سر دیگه بپوش خداحافظ چرا نگفتی سر صبح سوزی پخته میکنم اونا رو هم بگیره سرقی به یک ساعت اینا رو جمع میکنم آخه تو اینا رو گرفتی با در ریختی خب بگو محکم سر دیگه قلور تروش چی بیتا به دنیا که بعد میاد که از تو چه همه سوزی که قلور تروش چیز خوب آدم گنده بمونه با تو معصر میشه که تو بخوری از اینو جزغاله هم تامین نزن جزغاله گوشتلن من میگم خرگوشی بندازم نما خب بیا خودی ما کار کنه که میگی بیکارم بیکار نیم برای من خاطر شاش میگردم بگو خاطر شکم خو میگردم بابا نانی من به خونه ایمونو قلوتوریش دارم من تا که دود هم تا که پیش نمیده تفتیل بعد میمیم این لگ جو تو بیا یک دفعه برو تو بیا نه سکو این تا روزا روز قلوتوریش تو سکو هواش تگی بعد من خوشتکی بعد دمی که بخوره تا به یک مسرگیم تو سکو من صبح اینا جمع کردم یک چنگ اینا رو من اینجا بگیریم پا در رختاندگ یاره که تو آدم بیعقلی بودی نگاه کن بابا چی خری اینا رو دونه جمع کردم که آیو لنگ و لنگ آیمان واس دلبر بلبل مسیار یارای قجان خدا مبارک کنه جان واسه کجیه کجی دیگه جنجوری خیلیاتی کجای نگفت جان چیه لعوه خیلیاته چی گه پای رفی سلامت بشی جان جاره چکاری که خوب شد بیامدی خوب شد بیامدی نام خدا به پیاز زنده بشی گله نام خدا عجب پیازا داری کجی سلامتی تو زنده بشی به همه عینه ای گله اه خوب شد بیامدی رفیق
به خیر خوشی کار که خلاص شد 1 کیلو پیاز هم بدون که ببری به خونه خود زنده باشی خوبه آه چاشتم به کمک تو کنم. بیت خرج دبال بدون که بیت شکم تو بلند آخ ناغ سرتون نمیدم آفرین دیگه گیلا بگی شروع کن غذا محلی داری دیگه کشیری گوشتلان نه غذا محلی که به تاریخ افغانستانی که نو میگه همین تمام دنیا میگه بیار کباب بخورم بیار کباب بخورم شیر مادرتو بگی. من خوش دارم دیگه جوان سر کمک خلاص میکنم چاش میمونی بگی شروع آه باشه چشم بچینیم دیگه اینا جمع کنیم اینجا همین پستال هم هشتی را پاک کن خوبه چشم بگی شروع کن چشم برارم چشم چیزا میگی که برای اینجا لافر بندازنم تا گوشتلان رد در این جللافر یله کن رد از این گپار بگی شروع کن حالا دیگه بگو برای تو اینجا لافر قضایی بودم که رنج تو گل زنده شه باشی تشکر باشه امرنگ طلای گیلا گوشتلان امرنگ طلای ها گوشتلند به کجای گیلا چیه؟ مدت تایی شکومبه داره نه بابا آه شطور یا میشینه شتو خواه شروع کن گیله جو خود چرا بلا بر اینجا گوشتلند انداختیم نه برینگیه گیلا چیه؟ گوشتلند هم نداره چیه؟ بگم چیه آه در تو به او میگن گیلا در من امالی من نمیکنی میگی برو بیا که ما بخورم که به گوشته یو نه امالی نه گیلک باشه که اینا خلاص شو بگو انا مگذاره بچین بگو جون گفت بینیه دیگه خب انا شرطی نگی برو امالی بیار که بخورم خوبه نه دیگه چوشکا بشه دیگه دیونه غذای معروف ایرتی ها آه میفهمی چیه؟ نه قلو ترش جو چی؟ قلو ترش جو قلو ترش جو؟ آه بگی شروع کن گیلک بیا شروع نگفتم نمیگم اگه بگم کار نمیکنی میگه امالی برو بیا بیا مرگ بیار من نوکر پیارتون مسو کله گندی و نگاه کن امال کله تو به دم تا شمپو پاک نمیشه گردنم بند باشه نه قیافه تو رو مایم ببینم نه قیافه قلور ترشه چری؟ خود نانیم هم قلور ترش داره کتیانه بیار چاش بیار بابا بعد میاد قلور ترش چه ده خوب تو آدم از قلور گنده ترش خود میته بالا نمیای اندازه کت پیازی ماله برو چیز خوب آدم گنده تو دقیقا غلوترش کنی هرچی کندی نو خوشکا کندی عقل تو همی که مثل نو خوشکا خوش شده خاک برنگ تو تارتو من جمع نکرد برد تو سیکو کاشکی نمیگفتو گله قراره کرده تا به چاش اینا رو خدیمه همه جمع میکرد تمام یمین پیاده رو به سر جمع میکرد و به گونیا میکرد رد از که میگفتم غلوترش که نمیستاده کم به خاک که نمیستاد کار میشینی بی عقلیات مکه بگفتم بابا پیار بابا از این جیبه این جیبه از این جیبه خب بگی جمع کن اگه من میشونی که بگی پیار جمع کن خود پیار به خودی دونی خواه اینامه بابا امرو دار جمع کنیم بابا که من برو به سلام برو جواب نمیده پیار به بسید پا خونه اندازی میمیت بخورین دیگه ایمون بید رمزان اشتنی جانجل رمزان جور باشن گیله پای جانجل یا هستی برار من خیلی سلامتی یا هستی جانجل جانا تو جوره نه خیلی جوار جمع کنم برار یک زحمتی میکشیدی خوب شد تور بدیدم آه من تا به شهر برون گیلک جو بفهمیدی که چند علفی میرسی درر میکلی میاد که پیخواه کر نمیخورم سبست ناکام برار من بابا شهر بری برار دیگه خب من اینا برم سبس بدارم با چاش با پیشم بابا میان تا به چاش 2 ساعت دیگه بمونده ها بودم پیش لیلا رفتمشون دهانیم بیدک بچه چنده بیدک خب میان دیگه تو به چاش چی کردی خب با تو پول میدون چاش میشه که بیخی چاش نمانه میمون ما باش گپ بینیه مشکل نداره چی داریم چاش تو کجوان مدام به قصیه می شکم خوب بودی لقمه تر خوش که به هر جا باشه پیدا میشه چاش هر چی باشه ما بخورین تام بی نصیب نمیری به قصیه چاش نباشه هر چی باشه حال وزی زمستون چی پیدا میشه غیر غذا محلی خب غذا محلی خب بعض غذا محلی به بالا اصیبت نمیشه هر چیزی که غذا محلی باشه به بالا ما و شما میفته که جی نمیفته اصیبت داره خود اصیبت چیه اصیبت روده زبون من بند افتاده واسه که گیلک بگم که جیر میگم من اصیبت روده تو روده به کجا داری اصیبت 11 تا روده دارم خبر دارم. سیکو برار ایتنه میفهمی با خاطر ازی که روده من خودی چیز خیلی دشمنه خودی بعضا غذا محلی در اصول روده غذا محلی بعضا خودی من دشمن خودی مکنه خودی روده من خودی روده آمه
لک جو رد روده و میده خوری الک و نکبرار من روده و میده تو سر نوا نمیشه که این غذا محلیه یانیه تو بخور کم روده ها تو پرشه و قصی از این گپا نباش. یعنی تو میگی رودام هم مثل من بیعقل کماله؟ رد نگه که 100 لا اگه بیعقل کماله چرا پس میفهمه که بعضا غذا خودی و دشمنه؟ ایتنه که مزه دهن تو میفهمه روده تو سر بزی گپا وا نمیشه بفهمیدی؟ تو کمیشه کمپیوتری به خاطر چی داریم چاش که بسته کن؟ غذا زمستونی که هر کس و سرمون زمستون داره که این غذا رو بخوره. کیچیری گوشتلن؟ کیچیری گوشتلان که بشه و نه برار کیچیری گوشتلان قلور تروش. چی؟ قلور تروش. با مادر خود بگو ما کم سردگی بپوش. بیای اگه باره منو کردر خونه شما نم قلر تو با مالک تو تیار بدی. من مادر من بعد دخ شدم من. روغن سردم و بالا اینا میرزم. من میگم روغن مرغ بریز. سیرداغ هم میکنن گیلا مزده میده. نه بابا من میگم سخر و گوشتلان نمیدی فقط قلر تروش مگرم دست دوی نباشه. خب پس چیه دیگه بزی روز بارانی بزی روز خونو کی چیه دیگه غیر از قلور تروش به خونه شما نون خشکه اثر نمیشه که به تا دوغار زکونی بخوری حال با تو قلور تروش سیری تو لقا زده به نظرم. وای 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 قلور تروش به کی اثر میشه؟ همین مردمی که به ایران هم یا به خارج هم به اثرمون نصف پیاله قلور تروشی هم که قلور تروش پیداشه بخورم. از 100 رقم کباب و دگه قلور تروش بیتره. وای 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 وای. در خونه نگاه کردی برفتی گل من رفیق حالی من دست رفیق خود در خونه نگاه کردی برفتی گل من مرا آشنا دیدی برفتی گل من قسم خوردی که من نمیایم به پیش تو گل من به مادر خود قسم خوردی که باشی نمیشه. سلام علیکم مندل باشین خاله جان. چینی ننه اشته هستیم به جون آورده باشین. صدا تو کنن آشناییم چی میفهم پشت درس تو مگر خون معرفی کنیم مادر. جمع گل جان به سرایه؟ نه به درس بره به سرزمینا. بله؟ به سرزمینا به سروا رفته. خاله جان به جون آورده باشین. تو اسم خورده کننه. های 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 های. من مگر اسم خور بگی من نمیفهم مادر تو اسم خور بگو. به کی اجیرا میده خندامه؟ حالی بفهمیدم ننه. گیلک ننه. کی؟ گیلک. گیلک و مادر جمع گلشتن جان جوره. شکر مادر دیستنم خوبم. شکر زنده باشیم سلامت باشیم اما در خوب غر شدم من. چرا ننه جو؟ با خاطر ازی که قضا تعب دل من نبود من گفتم جمع گل امروز شما چاش چی دارین خاله جان؟ خب خیر ننه میمون موشو کامی نداره به چی من؟ زنده باشی چی دارین چاش خاله؟ ما اگر رسیر با تو بگو نه خود تو میفهمی با همی آوا خونی که بغیر قلور تروش دیگه چیزی نیه مادر خوب بگو. در سلا شما واش شد خاله جان. خیلی رو بسته میکنم میای چاشت نامه. قلور تروشه؟ ها دیگه نه چی مایی بریم خونه کنه که چی پخته کنیم بغیر قلور تروش دیگه چیه؟ شلغم هم بنداختم نه خوش نداری. گم شدی. صدات هم گم شد خودت هم گم شدی کجا رفتی؟ ای خدا اشتن جمع گل جان جور باشه گیلک اشتن خوبی تیار خوشحاله بخیری تیار هستی چی گپای اول خوبه قراره تیار خوشحاله چه کار میکنی کجا بدی ای جامان برو به سر زمینا برو زنده بشی تیار بشی اول تو خوبه شکر خیریت برقراره شکر زنده بشی من به گشتگردم برو امروز خودمو در خود جنگ کردم چرا با جنگ تو که هم هر روز جنجال داری موضوعی بیده که جمع گل برار موضوعی ای برگیل جو استاد چو چرا؟ خو ای بر استاد چو جوه اینجا جو حاله میفتید موضوع برار ازی بیده که گم کده که گفته نمیشه جمع گل اگه برم خودتو امروز کار کنم فعلگی خیر شوی نمیستکم خب انا خاطر نون مدرک نداره خودمو در خود جنگ کردم انا چاش بمه چی تیار میکنی چی دارین یاره گیل جو ماما مال بد دکون تام عله بدم ما برم سر زمینا برم خود من خبر ندانم چی داره چه تو خاطر شکر خاطر من راست و دروغ من باور کنم انالتیات خب اشته میکنی میریم خودت تو به سر زمینا کار کو خود ما هر چی بود از خدا واسه بیشک انال جام گل جان من
چه دیگه برو. در سرا شما برفتون پرسان کده من نانی تو برفتی دم سرا من ما پرسان کردی که چی داره. ما که خونه من منه طور پرسان کردم. خاطر من خونه منه خبر ندارم. گفتم بیا مهمون تو شما دست گفتم قلور تروش داره. قلور تروش داره؟ و درسته دیگه مثل که قلور تروش کردم. هرچی باز هم قلور تروش خوش داری بیا که برین سرزمین ها کار میکنه من چاش میگم نون بیارم به سرزمین. اگه همه رو با من 500 هم بدی بگی بیا بریم کار کو 500 هم به تو میدم قلور تروش هم میدم. از اون 500 هم تیرم ازم کاسه قلور تروش شما. چرا؟ ما برای همین جنگ ما به خاطر قلور تروش خودی نانیمه بود. تو نانیمه روی خود بیشتر شوشتی. و گیل جانال ما مردم ده که هستیم همی قلور تروش قلور شیر اشکاری همی ته چیزایی دیگه چیزی نیه اینجا پلاو گوشت کو نمیشه به ده بار کنه صحیحه همی روز همی خب ما برای بد بمیای یار من میزنی اون نمیزنه تو اگه خوش داری بیا برای خود نه برای گپ نزی که اگه بخونیم ما تفکیل ده من از این خونه بیریمشون و چی تو که خوش نداری من نمیتونم با تو با دیگه دم دستگاه دیگه کنم